سیبیک منو برانگوس دروگی. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه برانگوس برنگی به معنی گران هست، گران قیمت، و به معنی عزیز هم هست. سیبیک منو برانگوس دروگی. برانگوس دروگی یعنی دوستان عزیز. بچه امروز میخوایم در مورد ساختار اینسترومنتال با هم صحبت بکنیم. بعد از جنتیو و اکیوسیتیو که هنوز در موردش توضیح ندادیم، ساختار اینسترومنتال هم مهمه. یکی از موارد استفادهش بعد از کلمه سو هست. سو یعنی با، به وسیله. مثلا میخوایم بگیم که من با هواپیما میرم، ما ساختار اینسترومنتال استفاده میکنیم. لیکتوباس به معنی هواپیماه و وقتی اینسترومنتالش میکنم لیکتوباس میشه لیکتوو. ولی امروز بیشتر در مورد مواد غذایی صحبت میکنیم. مثلا من این غذا رو میخورم مثلا با یه چیز دیگه. بریم که ببینیم چه جوری هست. سمت چپ صفحه من کلمات نومینیتیوی که تو جملاتم استفاده کردم که اینسترومنتال رو براتون توضیح بدم و گذاشتم. مایونزاس یعنی مایونز. پیناس یعنی شیر. سوریس پنیر. کومپیس یعنی هم ژامبون. مدوس عسل. سوکروس شکر. این کلمات مسکولین بودن که به آس ایس اوس ختم می شدن. سیترینا لیمو. وارشکه. وارشکه یه چیزی بین پنیر و خامه هست که توی کیکاشون استفاده میکنن، ولی معنی فارسیش اگه توی ترنسلیتر بزنین کشک میاره براتون، ولی کشک نیستش. اون کشکی که ما استفاده میکنیم نیست. بولوس جمع سیب زمینیه. بولوه یعنی سیب زمینی، بولوس یعنی سیب زمینی ها. ریبی قارچ ها. گریباس قارچ، گریبی قارچ ها. اوبولی سیب ها. اوبولیس میشه سیب، اوبولی سیب ها. مورکوس هویج ها. مورکا میشه هویج، مورکوس میشه هویج ها. براشکس توت فرنگی ها. براشکه یعنی توت فرنگی، براشکس توت فرنگی ها. خب بریم ببینیم چجوری ما ساختار اینسترومنتال رو میسازیم. میخوایم بگیم لطفاً سالاد با مایونز. میگیم پراشوم. بعد از پراشوم گفتیم که باید جنتیو استفاده کنیم. سالوتوس به معنی سالاده، خودش جمعه چون آخرش اوس داره، جمع فمینینه. میخوام جنتیوش بکنم آخرش یه او لانگ میارم. پراشوم سالوتو سو مایونزو. مایونزاس شد مایونزو. میخوام بگم قهوه میخوام با شیر. قهوه لطفاً با شیر. پراشوم کاوا میشه قهوه. بعد از پراشوم جنتیو استفاده میکنم. پراشوم کاووس. جنتیو کاوا میشه کاووس. سو پینو. پیناس که شیر بود میشه پینو بعد از کلمه سو به معنی با. لطفاً قهوه با شیر. پراشوم کاووس سو پینو. میخوایم بگیم که اون آقا ساندویچ دوست داره با پنیر. میگین یام پاتینکا. گفتیم بعد از پاتینکا ما نومینیتیو استفاده میکنیم، یعنی دستش نمیزنیم که جنتیوش بکنیم یا اکوستیتیوش بکنیم. سوموشتینس میشه یه دونه ساندویچ. میخوایم بگیم اون ساندویچ دوست داره، معمولا جمع میاریم بعد از پاتینکا. یام پاتینکا سوموشتینی سو
سورو با پنیر. ساندویچ دوست داره با پنیر. سو، بعد از سو گفتیم اینسترومنتال استفاده میکنیم. کلمه اصلیمون پنیر سوریس هست که اینسترومنتال میشه سورو. میخوایم بگیم یوناس ساندویچ میخواد با ژامبون. ژامبون میشه کومپیس. ببینیم که اینسترومنتالش چه شکلی میشه. مثل همون سوریس هست. سوریس و کومپیس وقتی که اینسترومنتال میشن میشه سورو کومپو. یوناس نوری سوموشتینو. بعد از نورتی گفتیم ما جنتیو استفاده میکنیم. سوموشتینس میشه سوموشتینو. سوموشتینو سو کومپو. ساندویچ میخواد با ژامبون. کلمه بعدیمون مدوس هست به معنی عسل. آریوم سپاتینکا آرباتا سومه دومه. آیا شما چای با عسل دوست داری؟ مدوس شد مدومه. بعد از پاتینکا هم که ما نومینیتیو استفاده میکنیم. به آرباتا دست نمیزنم. جمعش هم نمی کنم. آریوم سپاتینکا آرباتا سومه دومه. کلمه بعدی سوکروس به معنی شکر. مثل همون مدوسه. مثل مدوس که شد مدومه، سوکروس هم میشه سوکرومه. میخوایم بگیم اون قهوه می نوشه با شکر. یسگرا کاوا. کاوا اینجا اکیوسیتیو. تو درس بعدی ایشالا میخونیم اکیوسیتیو. یسگرا کاوا سو سوکرومه. قهوه می نوشه با شکر. جمله بعدی در موردش ما صحبت کنیم سیترینا هستش، لیمو. کلمه ای که به آ ختم میشه برای اینسترومنتال دستش نمیزنم، همون شکلی باقی میمونه. یی والگو سالوتاس سو سیترینا. یعنی اون سالاد میخوره با لیمو. بعد از والگو من اکیوسیتیو استفاده کردم. سالوتوس شد سالوتاس. حالا میخونیم با هم دیگه. یی والگو سالوتاس سو سیترینا. سیترینا رو دست نمیزنم، همون شکل باقی میمونه. جمله بعدی کلمه‌ایه که به ا ختم میشه، وارشکه. نوریچو بلینو سو وارشکه. نوریچام یعنی خواستن، مثل همون نورتی هست. نوریچو بلینو یعنی پنکیک میخوام با وارشکه سو وارشکه. یعنی تنها تغییری که ایجاد شد اون ای که روش نقطه داره و صدای ا میده تغییر کرد به ای معمولی که یه صدای بین ا و ا میده. نوریچو بلینو سو وارشکه. کلمه بعدی بولوس هست. ببینیم بولوس رو میخوام اینسترومنتال کنم چه شکلی میشه. یولیا والگو مسا سو بولومس. سو بولومس. بولوس شد بولومس. یولیا گوشت میخوره با سیب زمینی. سو بولومس. بعد از والگو هم که ما اکیوسیتیو استفاده کردیم. مسا به معنی گوشت. آی آخرش لانگ شد که اکیوسیتیوه. جمله بعدی میخوام توش گریبی استفاده کنم به معنی قارچ ها. قارچ. میخوام اینسترومنتالش کنم چه شکلی میشه گریبی. پراشوم سالوتو سو گریبیز. گریبی شد گریبیز. کلمات جمعی که مسکولین هستن و به ای ختم میشن آخرش یه اس قرار میگیره.
وقتی اینسترومنتال میشه. لطفا سالاد با قارچ. پراشوم سالوتو سو گریبیز. جمله بعدی هم مثل همینه. میخوام اوبولی رو استفاده کنم. بازم مسکولینیه که جمع شده، اوبولیس شده اوبولی. میخوام ببینم میخوام بگم من کیک میخوام با سیب، چجوری باید بگم؟ ما دوست داریم کیک با سیب، چجوری باید بگیم؟ مومس پاتینکا پیراگاس. بعد از پاتینکا نومینیتیو اومده، یعنی هیچ تغییر ایجاد نشده. سو اوبولیز، مثل گریبیز که گریبی بود شد گریبیز، اوبولی هم میشه اوبولیز. مومس پاتینکا پیراگاس سو اوبولیز. ما کیک دوست داریم با سیب. جمله بعدی میخوام مورکوس رو استفاده کنم به معنی هویج ها، جمع مورکا. پراشوم پیراگو سو مورکومس. بعد از پراشوم جنتیو استفاده میکنم. پیراگاس میشه پیراگو. پراشوم پیراگو سو مورکومس. مورکوس شد مورکومس. لطفاً کیک با هویج. جمله بعدی میخوام براشکس رو استفاده کنم. توت فرنگی. یای پاتینکا پیراگاس سو براشکمس. براشکس شد براشکمس بعد از سو. یای پاتینکا پیراگاس سو براشکمس. یعنی اون خانوم کیک دوست داره با توت فرنگی. و جمله آخر میخوایم بگیم لطفاً مرغ با برنج. بعد از پراشوم جنتیو استفاده میکنم. ویشتینا میشه مرغ. وقتی جنتیوش میکنم میشه ویشتینوس. پراشوم ویشتینوس سوریجیز. سوریجیز. ریژی به معنی برنج هست. با برنج میشه سوریجیز. پراشوم ویشتینوس سوریجیز. لطفاً مرغ با برنج. امیدوارم که یاد گرفته باشین. بچه یه خورده بریم اگه بشه امروز یه مقدار کلمه بخونیم. البته من بیشترش رو سعی کردم براتون توضیح بدم. از سمت چپ داریم باراس به معنی بار. کاوینه به معنی کافه. رستوراناس رستوران. والگیکلا سالن غذاخوری. توالتاس که همون توالت. موترو زنانه، ویرو مردانه. پاداویاس پاداویا پیش خدمت اگه آقا باشه پاداویاس، اگه خانوم باشه پاداویا. ساسکیتا صورت حساب. ساسکیتا. کاینا قیمت. اوراس سنتاس که به معنی یورو و سنت. وگتاراس وگتاره یعنی گیاهخوار اگه آقا باشه وگتاراس، اگه خانوم باشه وگتاره. میستاس یعنی غذا. میستاس میشد شهر، میستاس میشه غذا.
میستاس رو توی درس قبل خوندیم با هم که میشه شهر. دوانا، نان. بندله، اینم یک نوع نانه. سوموشتینس، سوموشتینی که جمعشه، به معنی ساندویچ. ژوویس، ماهی. بچه ببینید ژوویس فمینینه، با اینکه به ایس ختم میشه ولی فمینینه. وقتی میخوام جنتیوش کنم، مثل بقیه کلماتی که به ایس ختم میشه، نمیگم ژوویو، میگم ژوویس. یه ای بین آی و اس قرار میگیره و جنتیو میشه. وقتی میخوام اینسترومنتالش بکنم، ژوویس میشه ژوویمه، یعنی با ماهی. سو ژوویمه، با ماهی. لشیشا، سالمون. توناس، ماهی تون. مسا، گوشت. کیولینا، گوشت خوک. یوتینا، گوشت گاو. ویشتینا، مرغ. کومپیس، ژامبون. دشرا، کالباس. دشرال، سوسیس. بیشتر برای کالباسشون دشرا استفاده میکنه، ولی سوسیس هم معنی میده. پینو پروداکتی، یعنی محصولات لبنی. پیناس، شیر. سویستاس، کره. سوریس، پنیر. وارشکه، که توضیحشو دادم براتون. یوگورتاس، ماست. گریتینه، خامه ترش. درژووس، سبزیجات. آگورکاس، آگورکی جمعشه. خیار، آگورکاس خیار، آگورکی خیارها. بولوه، سیب زمینی. بولوس جمعشه. بروکلیس، بروکلی، چغندر. بروکلیس، بروکلی، بروکلی جمعشه. چسناکاس، چسناکی. سیر، چسناکاس، به آس ختم میشه. وقتی میخوام جمعش کنم، آخرش رو ای آی میکنم، میشه چسناکیه. قبلا اینجا این درس رو براتون گفتم. کوپوستاس، کوپوستی، کلم. مورکا، مورکوس، هویج. پاپریکا، پاپریکوس، کلمه که به آ ختم میشه. وقتی میخوام جمعش بکنم میشه اس، مثل همون موقعی که میخوام جنتیوش بکنم. پامیدوراس، پامیدوری، گوجه. پامیدوری جمعشه. سوگوناس، سوگونی، پیاز. ویسی، میوه ها. ویسی جمع ویسوس هست. ویسوس یعنی میوه. اپلسیناس، اپلسینی، پرتقال، پرتقال ها. بناناس، بنانی، موز. براشکه، براشکس، کلمه ای که به ا ختم میشه وقتی جمع میشه آخرش یه اس گذاشته میشه. براشکه، براشکس، توت فرنگی. سیترینا، سیترینوس، لیمو. اوبولیس، اوبولی، سیب، سیب ها. سلیوا، سلیووس، آلو، آلوها. وینوگه، وینوگس، انگور، انگورها. مثلا تو میوه فروشی میارین، مثلا قسمت انگور برسین، نمی نویسه وینوگه، وینوگس می نویسه. انگورها. ویشنیا، ویشنیوس، به آخر میشه، میخوام جمعش کنم میشه ویشنیوس. گریمی، نوشیدنی ها.
واندوا، آب. واندوا ژنتیپش میشه واندنس. سولتیس، آب میوه. ببینید سولتیس به وای اس ختم شده. خود کلمه سولتیس پلوراله و فمینینه، یعنی جمع و اه، جنسیتش مؤنثه، به معنی آب میوه سولتیس. پس پلوراله و فمینینه. به خاطر همین مثلا من میخوام بگم اه، لطفا آب میوه، میگم پراشوم سولچو. آخرش یه او لانگ میارم، چون خود کلمه سولتیس جمع رو میخوام ژنتیپش کنم. آخرش یه ببخشید یه او لانگ میارم. آرباتا، چای. کاوا، قهوه. گیرا، این یه نوشیدنی سنتی مخصوص اینجاست که از تخمیر غلات به دست میاد و درصد کمی هم الکل داره. آلوس، آبجو. ویناس، شراب. خب تا همینجا کافیه، امیدوارم که خسته نشده باشین. مراقب خودتون باشین. یکی پاسیماتیمو میبینمتون.